سرخط خبرها. سلام بیننده عزیز، من مومین احمدی هستم و امروز 20 اکتبر است. روسیه به مهاجران تاجیک پیش از سفر در تاجیکستان پتنت دادنی است. سیل در درواز خرابی آورد. پسران رمضان قادیروف به جنگ ضد اوکراین رفتند و بلاگران تاجیک را به امریکا بردند. در پی بارانگری‌های دو روز اخیر و فرآمدن سیل در ناحیه درواز راه بسته شده برخی از ساکنان ضرر دیدند. بارشات روزی 19 اکتبر باعث سیلخیزی در 322 کیلومتری راه ماشینگرد درواز خاروق شده است. در نتیجه راه موقتا بسته شده، ماشین‌ها از حرکت باز ماندند. ساکنان هم به مراجعت به کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ضرری رسیده به خانه‌هایشان شکایت کردند. بنا به اطلاع نهاد شام 19 اکتبر بعد برطرف کردن پیامدهای سیل، راه درواز و خاروق دوباره باز کرده شد. بارشات برف و باران در تاجیکستان از روز 18 اکتبر شروع شده. کمیته حالت‌های فوق‌العاده بر راننده‌ها و ساکنان توصیه داده است که با فرارسی موسم سرما احتیاطکار باشند و به تاکید و هشدارهای این نهاد و وزارت‌های دیگر مسئول پیش از سفر توجه نمایند. مقامات روس تصمیم دارند که به مهاجران تاجیک پیش از سفر بر روسیه در تاجیکستان پتنت کار دهند. وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان روز 19 اکتبر خبر داده است که با روسیه برای باز کردن اداره مرکزهای مشورتی و آمادگی مهاجران مهنتی پیش از سفر در شهر دوشنبه، اگنتی با کار تامین کنید در خارجه و خدمات شناسنامه و روادید به سازش رسیدند. در خبرنامه این وزارت گفته است که تأسیس 3 اداره و مؤسسه دولتی روسیه به شهروندان تاجیکستان امکان می‌دهد که پیش از سفر به روسیه در دوشنبه ایزی انگشت سپارند، شهادتنامه عاید به دانستن زبان روسی و پتنت برای کار در روسیه بگیرند. یک هیئت از وزارت کارهای داخلی روسیه با نمایندگان وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان روز 19 اکتبر در این باره سازشنامه امضا کردند. مقامات تاجیک گفتند که این سازشنامه به ارسال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه کمک میکند. باری اول است که روسیه با تاجیکستان برای آسان‌تر کردن سفر مهاجران سازش امضا میکند، ولی معلوم نیست که این 3 مؤسسه و اداره روسیه کی در تاجیکستان به کار آغاز خواهند کرد. مهاجران تاجیک همیشه شکایت میکنند که مقامات روس برایشان مشکل ایجاد میکنند و با بهانه‌های ناچیز آنها را از این کشور خارج میکنند. مقامات روس شماره مهاجران تاجیک در روسیه را 2 میلیون، ولی مقامات تاجیک همگی 600,000 نفر میدانند. یک زن جوان در ناحیه همدانی ولایت ختلان که 3 ماه پیش از شوهرش طلاق گرفت، تلاش دارد مستقلانه روزگارش را پیش برد و محتاج کمک کسی نباشد. فرزانه برای نوعروسان جهاز عروسی می‌دوزد و از این حساب فایده به دست می‌آورد. او با وجودی که بیمار است و توان درست حرکت کردن ندارد، ولی این مانع تلاش‌هایش نشده است. همکار ما به این ناحیه سفر کرد و درباره کار و روزگار فرزانه 26 ساله گزارش آماده نمود که آن را ساعت 17 به وقت مسکو و 19 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روسیه ادعا کرده است که 3 پسر نابالغش در جنگ علیه اوکراین اشتراک دارند. پسران او از 14 تا 16 ساله بودند. او در صفحه خود در تلگرام نوشته است که احمد، علی و آدم در سنگر قرار دارند و به جنگاوران برای حمله کمک میکنند. او از چچن‌هایی که به طرفداری اوکراین جنگ میکنند دعوت کرده است که به میدان برآیند و صمیمیت خود به ارزش‌های اروپایی را اثبات کنند. او ویدیوی نشر کرده است که نشان می‌دهد که ظاهراً پسرانش در خط جبهه جنگ قرار دارند. در ویدیو دیده می‌شود که پسر خردی او در خندق نشسته است و به سمت تیر می‌پراند. این ویدیو در کجا ثبت شده است معلوم نیست. به گفته قادیروف، احمد 16 ساله، علی 15 ساله و آدم 14 ساله چند روز باز در میدان جنگ هستند. در اول ماه اکتبر قادیروف اعلام کرده بود که پسرانش را به جنگ می‌فرستد. قادیروف از طرفداران سرسخت ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است و در جنگ علیه اوکراین هزاران سرباز چچن را فرستاده است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف روز 19 اکتبر در ملاقات با ساکنان ولایت الماتا از شهروندان کشورش دعوت کرد که اوباش‌ها و تروریستان را ستایش نکنند.
این اظهارات توقیف در پس منظر دعوت‌های دوباره برای تحقیق بین المللی رویدادهای ماهی انور و جریان داشتن مرافعه دادگاهی گمانبران آن صدا می‌دهد. توقیف روز 1 سپتامبر امسال هنگام ارائه پیام نوبتیش به ساکنان قزاقستان وعده داده بود که اشتراکداران حادثه‌های ماهی انور را عفو می‌کند. این عفو با گفته او به شهروندان داخل خواهد کرد که در جنایت‌های وزنین عیبدار نمی‌شوند. یک گروه از بلاگران تاجیک طریق برنامه جهانی باز به ایالات متحده آمریکا سفر کردند. سفارت آمریکا در دوشنبه خبر داد که 5 بلاگر تاجیک به واشنگتن و ایالت کلرادو سفر کرده به فعالان آمریکایی شناس می‌شوند. در این سفر بلاگران مثل آرزو ایسایف، رافائل گولوف و زرنگار حسینова جلب شدند که بیشتر در مسائل تفریحی برنامه نشر می‌کنند. هم مسئله طریق برنامه جهانی باز سال 2 بار مقامداران و فعالان و روزنامه‌نگاران به آمریکا سفر می‌کنند. هدف این برنامه آشنایی با جامعه ایالات متحده آمریکا گفته می‌شود. سفر بلاگران تاجیک به آمریکا در حالی است که در چند ماه اخیر نزدیک به 10 بلاگر و ژورنالیست در تاجیکستان بازداشت شدند. در این لحظه برنامه از قرب اسعار در تاجیکستان میگوییم. بانک ملی روزی 20 اکتبر 1000 روبل روسی را 161 سامانی و 50 دیرم، $1 را 10 سامانی و 21 دیرم و 1 یورو را 9 سامانی و 99 دیرم تعیین کرده است. این قرب رسمی است و در بانک‌های تجارتی قرب سامانی فرق می‌کند. بیننده عزیز، سپاس برای همراهی. برنامه سرخط خبرها را تماشا کردید. امیدواریم 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی با ما خواهید آمد. تا آن وقت خدا نگهدار.